الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارک الله فیکم و حفظکم الله و رعاکم. این مجلس سوم ما و شما و صحبت ما در این مجلس در بالای باز تقلید است. در دو مجلس گذشته، محاضره های دو گذشته، ما در محاضره اول یک مقدمه داشتیم. در محاضره دوم، در مجلس دوم و شما معنای تقلید را هم از لغت و هم از اصطلاح بیان کردیم و گفتیم تقلید در اصطلاح قبول کردن سخن یک انسان بدون حجت، قبول قول غیر بلا حجه، العمل بالقول غیر بلا حجه و التزام بغیر قول بلا حجه و خیلی تعریف را گفتیم. تعریف خوبش هم همینجا به شما بیان کردیم. و بعد از این گفتیم که بین تقلید و بین متابعت چی فرق دارد؟ آیا فرقی هست؟ بله. تقلید پیروی کردن به یک انسان بدون فهمیدن دلیل، فقط به یک سخنش. یک آدم یک سخن گفت، پیروی کرد، دلیلش نفهمید، این تقلید است. تقلید یعنی پیروی کردن فقط از سخن، نه از دلیل. اما متابعت این تقلید گفته نمی شود، این پیروی کردن از دلیل است. هر کسی که مرا شنید و به خاطر دلیل ها سخن رو قبول کرد، دلیل ما دیده سخن قبول کرد، او مقلدی من نیست، او متابعت به قرآن و سنت به فهم سلف کرد. این رو متبع گفته میشه. برای همین اهل بدعت وقتی میگویند که ای خود شما هم مقلدی فلان فلان، این بس دیدیم این معقول کردید، این مقلد نیست. ما این علما را قبول می‌کنیم در حالتی که با دلیل از قرآن و سنت و فهم سلف صالح مسئله رو بیان کردن، ما البته قبول می‌کنیم. این را تقلید گفته نمیشه، این را پیروی میگن. اما فقط گفته باشن، سخن گفته باشن، مسئله رو گفته باشن به دلیل، ما قبول کنیم و ما تقلید نمی‌کنیم. هر چیزی که گفتن به دلیل قبول می‌کنیم، دلیل قرآن و سنت به فهم سلف. این اتباع است. تقلید را شریعت حرام کرده، اتباع را شریعت ضرورت شماریده. شیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. سوال کنید اهل ذکر رو، یعنی اهل قرآن رو، اهل سنت رو، اهل فهم صواب رو. ذکر قرآن و سنت است. اگر ندونید، یعنی اگر ندونید علما را رفته هر چیزی میگن قبول کنید، نه. همون علمایی که به شما از قرآن و سنت با فهم سلف صالح به دلیل یک مسئله را بیان میکنند، از همینها رفته سوال کنید. الله گفت فاسألوا العلماء این کنتم تعلمون، نگفت علما را بپرسید اگر شما ندانید، نگفت. زیرا که علمای هستند که حق و علمای هستند که باطل. الله در اینجا انیق بیان کرد که اهل ذکر، اهل قرآن رو، اهل سنت رو، اهل فهمی که فهمشون موافق فهم صواب باشد، انمونها را سوال کنید. ذکر قرآن از ذکر سنت است، خیلی که در اینجا بیان کردیم. و بعد از این به شما بیان کردیم که انسان ها چند طبقه هستند: طبقه مجتهدین، طبقه مقلدین، عام، مردم عامه که اینها مقلد هستند و تقلید به اینها هم به دو شرط جایز است: تعصب نکنند و وقتی که دلیل آمد از قرآن و سنت قبول بکنند، و دومین شرطی که در اصول دین، در واجبات تقلید نکنند، در مسائل فروعات و میدی شده باشد. و چهارمین مسئله که در مجلس گذشته به شما بیان کردیم این بود که در کدام مسائل دین تقلید کردن را به مردم عامه جایز گفتند. ما گفتیم که دین ما تقسیم می شود، خیلی که امام
ابن جرير الطبري في التفسير في معالم الدين گفتن و خیلی که المزي ذکر کردن که امام الشافعی ذکر کردن و غیره که دین ما اصل دین دارد، تقلید حرام است، هم به عالم هم به امه و هم به همه. در واجبات دین تقلید حرام است، اما در مسائل مستحبات فروعات این مسائل خیلی مهم که دلیلش مشکل صورت نیست، در این اجتهاد کردند و این هم تقلید برای کی است؟ برای مردم عام است. این 4 موضوعی که ما حالا ذکر کردیم برادرهای عزیزم، این برای شما گذشته بود، در صحبت گذشته ما به شما رسید. من حالا یک مرتبه دیگر به شما مختصر ذکر کردم، شما این مسئله را حفظاً بدون. حالا داخل این مقدمه بود. امروزه موضوع ما چی است؟ اولا ذم التقلید، بد بودن تقلید کردن و نهی شدن از تقلید. الله ما مسلمان ها رو از تقلیدی کورکورانه باز داشته است، منع کرده است. و این چنین رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو از تقلید کورکورانه منع کردن و این چنین همه از تقلید منع کردن. یگان نفری از صحابگان تابعین تبع تابعین نگفتن که پیروی من باشد، نگفتن. این 4 مذهب هایی که هست، این 4 مذهب تقلید کردن به این مذهب در عصر سلف صالح این حادثه به وجود نآمد. مذهب در عصر 4 به وجود آمد. تقلید کردن به مذهب در آخرای عصر 4 و غیره به وجود آمد. زیرا که در اول مذهب بود، اما تقلید رو مطلقاً به این امروزه تقلیدهایی که هست حرام می‌گفتند و بالاخره آهسته آهسته وقتی که مرور زمان گذشت، زمانهای طولانی گذشت، آمدند و بعضی از متعصبین مذهب پرستان دین اسلام را، منهج پیامبر گذاشته را، ملت ابراهیم را ترک کردند. مذهبی بدون 4 مذهب نباشی، از یک از این 4 مذهب نباشی تو کافری بود. حتی رفته کار به جای رسید که مقلدهای جاهل حنفی مقلدهای شافعی رو تکفیر کردند، مقلدهای شافعی مقلدهای حنفی رو تکفیر کردند. حادثه به جای رسید که در گرد خانه کعبه 4 مذهب 4 مراتبه در 4 طرفش نماز می‌خواندند. حتی اختلاف مذهب، زد و خورد مذهب حنفی، مقلدهای حنفی و مقلدهای شافعی به درجه رسید شافعی ها زندگی کردن در همون منطقه که حنفی از حرام می‌گفتند، حنفی ها زندگی کردن در همون منطقه که شافعی از حرام می‌گفتند. مقلدین امام‌های همدیگر رو تکفیر می‌کردند. مقلدین یعنی همه جاهل‌هایی که خودشون پیروی به ابو حنیفه کردند، جاهل‌های احمقایی که خودشون پیروی از امام شافعی کردند، سبحان الله درود رو به همدیگر می‌گفتند. حتی در امروزه سوریه، در همین شام مسجد وجود دارد که 4 منبر دارد، 4 منبر یا 4 محراب. 4 محراب یعنی حنفی‌ها در محراب 3 مذهب نماز خواندن حرام می‌گفتند. هر مذهب به خودش محراب بود. هر یک مذهب در یک مسجد نمازها را جدا جدا از دیگر مذهب می‌خواند. امت این مذهب پراکنده کرد، پریشان کرد. لیکن علمین کی ساخت؟ این تقلید کورکورانه. تو باید مذهبی حنفی باشی، تو در تاجیکستان هستی حنفی نباشی تو گمراه هستی. گفتن کی پیدا کرد؟ اولین کسی که پیدا کرد این شیطان است. این وسوسه شیطان است. این سخن در کتاب الله وجود ندارد، در دین الله وجود ندارد، در سخن رسول الله وجود ندارد، در زمان صحابه تابعین تبع تابعین وجود نداشت. این انسان‌های جاهل متعصب دشمنان دین و گمراه‌ها به وجود آورد و به خاطر مذهب دیگرها را تکفیر می‌کرد و این چنین امروز علمی گمراه‌های صوفی‌های کوری امروز عیناً همین خیلی میگن به مذهب کافر است. یعنی تو به مذهب هستی تو از کجا دارست که به مذهبی؟ ما در همون مذهب در همون منهج هستیم. پیامبر گذاشتن، قال رسول، قال صحابه، قال سلف صالح. بفهم سلف صالح انا نمیگم اگر به مذهب تو کفر بگویی، به مذهب تو کفر بگویی، تا عصر 4 امت اسلام میلیون ها مسلمان ها مذهب
نداشت. مذهب اصلا چون برید کسی که نگه که مذهب واجب است، تقلید کردن از مذهب واجب است، ما میگیم که واجب گفتن یعنی فرض گفتن، حرام گفتن، حلال گفتن، این حکم الله است. این حکم باید الله و پیامبر بفرستند. پیامبر این حکم میکرد. حتی صحابه ها از پیش خود حرام و حلال نمیکرد. شما در دین الله سخنی را گفته ایستاده که الله نگفت، رسول الله نگفت. شما دروغگویان هستید، در حق الله دروغ میگید. الله شما را گفت که ومن تقول علینا بعض الاقاویل، هر کسی که در حق ما بعضی از سخنهای دروغ میگه از موی پیشانیش میگیریم و رگی گردنش و دلش رو میکفونید. این جزا برای شما است که شما دروغ گفتید. پیروی کردن از مذهب واجب است، گفتن دروغ است. یک مذهب معین پیروی شدن واجب است. از یک مذهب معین بگید این دروغ است در حق الله و رسول الله و دین، این بهتان است، این سخن وجود ندارد. اگر این واجب می بود پیامبر نگفتند و اولین انسان پیامبر که این پیروی خودشون پیروی یگانه پیروی که واجب است، واجب الاتباع، این محمد صلی الله علیه و سلم است. برای همین تقلید کورکورانه این یک گمراهی و ضلالت است. قرآن و سنت و اجماع صحابه تقلید رو بالکل برایشش انکار میکنه. مسلمان باید بیاموزه، مسلمان باید بفهمه. از هوا عوض کورکورانه. لیکن علمای سو بر آمدند به همین صحبت های باطل، به همین وحی شیطانی مردم فریب داده، گمراه میکنن که بی مذهب شوی کافر میشوی، بی مذهب ها زنش طلاق است، بی مذهب این گمراه است، بی مذهب گناهی کبیره است، زیرا که مذهب پیروی شدن واجب است میگن. یکی از اونها عبدالرحیم قزاقانی، یک جاهل، کسی که علما را ندیده است، در بعض روایت ها شرق شناس است، یونیورسیتی لیلین ساخته را تموم کرده است. این جاهل میگه که پیروی کردن از یک مذهبی معین واجب است. میگه نامعقل کردی، کذاب استی. اگر واجب باشد دلیل قرآن بیار، دلیل سنت پیامبر بیار، دلیل فهم صحابه بیار که واجب گفته باشن. واجب الله و رسول میگه. تو کی هستی؟ انا کنون. الله سبحانه و تعالی در یک چند آیت تقلید رو مذمت کرد. مقلد کی است؟ آدمی که کورکورانه دلیل نمی گوش نمی به دلیل راو گوید میرد، شین گوید میشند، خیز گوید میخیزد. سخن پیریشه قبول کردن میگیرد. سخن پیر اگر کفر باشد هم قبول میکرد. خیلی که صوفی ها پیر میگیرند و مرید و پیر میشوند، همین گمراهی است. پیر چیزی گوید همین قبول است. دلیل پرسی پیر دیوانه میشود و تو را حقارت و دشنام و لطکوب میکرد. حتی صوفی ها منهج پیدا کردن که دلیل گویی توی کفر میگن. بدترین سخن در نزد گمراه اهل بدعت و بخصوص صوفی یا رافضه یا حزبی یا آزری دلیل، کلمه دلیل میگوی یک قد میپرد. صوفی ها دلیل نگو میگن. همین منهج پیر یا مرید، پیر گرفتن و مرید شدن برای چی؟ برای همین کلمه دلیل نابود کردن. یکی از قاعده های مرید شدن همین است که دلیل نمیپرسی. وقتی که شیخ میگه که همون پیر طریقت میگه که فلان ذکر را در یک روز 1000 بار گویید، شما دلیل گوید کفر، دلیل نمیگید، معنی میگید، میرید میکنید. نماز فجر را امروز مثلا 4 رکعت میخونیم، گفت دلیل نمی، پیر گفتم از این رو که حق گفت. این انمی تقلید است، انمی گمراهی است. این حکمت الله برآمد و گفت که در کتاب جوشن امان شمشیر بران، نام این کتاب این عبادت شیطان ماندن لازم است، کتاب عبادت شیطانش، استغاثه کردن یعنی طلب کمک از غیر الله میگه هیچ مشکلی نداره. وقتی که تو همین دیدی پیروی کردی، همین تقلید است، همین تقلید، همین گمراهی است. تقلید در شرک اکبر، کفر اکبر ببینید عذر نیست. برای چی؟ برای که تقلید در اینجا حرام است. تقلید در اصل دین حرام است. حالا ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 170 و 171 چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله میگه که زمانی که با آنها گفته شود، آنها کیها هستند؟ مشرکا. پیروی کنید، اتبعوا، متابعت کنید، تقلید کنید، متابعت کنید با آن چیزی که به شما از جانب الله نازل شد. ما انزل الله، آن چیزی که الله به شما نازل کرد. مشرکا میگفتند که ما پیروی میکنیم از همان چیزی که دریافت کردیم پدر و بابایهایمان رو. یعنی الله به محمد صلی الله علیه و سلم آیت رو نازل کرد و امر کرد که ای قریشی ها، ای مکگی ها، پیروی کنید از همین الله نازل کرده. مکگی ها، قریشی ها گفتند که ما پیروی از الله نازل کرده و از تو ای محمد نمیکنیم. ما پیروی از بابا اوچه های خودمو، از همین بابای گذشته های خودمو میکنیم. سبحان الله. پس در آخر آیت میگه که اینها سمون بکمون عمیون، کرها، گونگها و کورها. یعنی کر کسی که گوشش نمیشنود، گونگ کسی که صحبت کرده نمیتواند، کور کسی که نابینا دیده نمیتواند. فهم لا یعقلون، اینها عقل ندارند. حالا شما شاید بگویید که این آیت برای مشرک قریش است که چرا شما این آیت رو میخوانید و تقلید رو انکار میکنید؟ شما خوب دقت بدهید. دین همه پیامبران یک دین است. از آدم علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و سلم دینشان دین اسلام است. نام دینشان فقط اسلام است. یک. ثانیاً این یهود و نصرانیه که ما میگیم الله این نام به اینها نگذاشته است. اینها را الله نگفت که یهود و نصارا، دین یهود نصارا. نه، این نامی ساخته شده برای اینها، خودشون ساختن. اما دین همه پیامبران اسلام است، یعنی تسلیم شدن به الله بر توحید و انقیاد له بالطاعه، انقیاد کردن به الله، عمل کردن به طاعت و عبادت و براءت کردن از شرک و کفر و از براءت از کفار و مشرکین. این دین همه پیامبران بود. دین همه پیامبران چی بود؟ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق ارسال کردیم به همه قوم ها پیامبران را که دعوتشون یک دعوت بود، ان اعبدوا الله، یگانه الله عبادت نمایید، و اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت اجتناب بکنید. این دین همه پیامبران اسلام نمین است. دین همه پیامبران دعوت به سوی لا اله الا الله بود. قریشی ها باشند پیروی کدام دین بودند؟ قریشی های مکه. وقتی که پیامبر آمدند قریشی های مکه آیا یگان مراتبه در دین بودند یا که قریشی ها یابایی بدین بودند؟ قریشی ها هزار ساله ها در دین بودند. اولی پیدایش مکه از کجا است؟ از حضرت ابراهیم است. حضرت ابراهیم وقتی که زنشون رو آوردند، مادر اسماعیل رو به اسماعیل به مکه گذاشتند، آب زمزم، چشمه زمزم به وجود آمد. مکه از حضرت ابراهیم، از فرزندشان اسماعیل به وجود آمد. قریشی ها انمین نبیره های حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم هستند. انمین مکگی ها اینها در دین حضرت ابراهیم بودند. از اسماعیل پیامبرشون، بعد از اسماعیل تا محمد صلی الله علیه و سلم در مکه به قریشی ها دیگر پیامبر ناومد. تا همون وقت یک چند یا که بگیم چند هزار سال، زیرا که از حضرت ابراهیم تا موسی هزار سال، از موسی تا عیسی هم اینقدر وقت زیاد، و از حضرت موسی تا حضرت پیامبر 600 سال، تقریبا 2,500 سال، یا که تقریبا 2,500 سال، یا که 2100 سال. این یک تخمینی، یعنی 1000 ساله ها از حضرت اسماعیل تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دیگر پیامبر به قریشی ها نآمد. قریشی ها
زینه به زینه همشون یکتاپرست، در اول یکتاپرست پیروی از اسماعیل علیه السلام میکردن. اسماعیل پیامبر بودن، رسول بودن. فذكر فی کتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد و كان رسول النبی، رسول و نبی بودن. لیکن در بین، در وسط همون کسایی که مسلمان بودن، پیروی دین اسماعیل بودن، پیروی دین ملت ابراهیم بودن، در وسط آیسته 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 به مرور زمان اینها مکگی ها گمراه شدند. به دینشون چیزهای نو به وجود آمد، بدعت به وجود آمد، بدعت، مردم گمراه شدند. زمانی که پیامبر آمدند، قریشی ها خودشون ما بدین، ما کافر، ما بدینیم نمیگفتند. قریشی ها میگفتند که ما در دین ابراهیم علیه السلام، در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم. قریشی ها حج میکردند. حج بود، زیارت خانه کعبه بود، احترام خانه کعبه بود. راست گفتن این نمیگفتن که این از دین است، دروغ گفتن این یک کار حرام و بد میگفتند. از دین، همین دین ابراهیم. ختنه میکردن، ختنه مردها را دستش حلال میکردن. تاجیکی عبارت که دست حلال میکردن، یعنی کودکان را ختنه میکردن در دین حضرت ابراهیم. پیدایش این ختنه هم از حضرت ابراهیم است که الله امر کرده بود وقتی که ابراهیم 8 ساله بود. و نکاح داشتند، طلاق داشتند. لیکن شیطان اینها را به مرور زمان گمراه کرده بود. قریشی ها توحیدی از دو نمود توحید، توحید المعرفت و الاسواد و توحید القصد و الطلب، توحید ربوبیت قبول داشتند، اما توحید الوهیت به گمراه شده بودند. چه که الله در قرآن میگوید که و این سألتهم، ای پیامبر اگر سوال کردی کی را؟ همین قریشی ها را، همین مشرکان مکه را، ابو لهب، ابو جهل سوال کردی که من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلق کرد؟ میگن که سيقولون الله، الله. من يدبر؟ الله. و من ينزل بشبو کی برو میبرد؟ الله. و من بیدی ملکوت کل شیء؟ الله. اینها الله میگفتند، اما در توحید ربوبیت مشرک شده بودند. یعنی اینها خودشون در ملت ابراهیم میگفتند. پیامبر آمدند و گفتند که شما گمراه شدید، شما ملت ابراهیم خطا کردید، دیگر کردید، عوض کردید. انا من به شما ملت ابراهیمی که شما فراموش کردید میرسونم. ملت ابراهیم قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه. انا این ملت ابراهیم است. شما گمراه شدید، توبه کنید از همون ملت ابراهیمی که خودتون میگفتید که ما در همون ملت هستیم، خودتون ساختید، گردید، بیاید به این ملت ابراهیمی حقیقی گردید. پیامبر گفتن که من هم در همین ملت ابراهیمم، من در دین بابایمان ابراهیم هستم. شما گمراه شدید. تقلید نکنید با آچه بابایتون، زیرا که آچه بابای شما گمراه شدند. تقلید حرام است گفتن پیامبر. بیاید پیروی کنید از همین الله نازل کرده از ملت ابراهیم. قریش‌ها گفتند که بل نتبع ما الفینا علیه، بلکه ما پیروی به همین آچه بابا میکنیم. اکنون فهمیدید که این آیت کسی بگوید که این به مشرکات دخل دارد، به مسلمانات دخل ندارد، این یک جاهل است، این یک گمراه است، نفهمیده است. برای آن که آنها را پیامبر گفتند که شما خود را به ملت ابراهیم نسبت میدید، لیکن گمراه شدید، آچه بابای شما گمراه شد. تقلید به آچه بابا نکنید، من به ملت ابراهیمی که من به شما میگم پیروی کنید. انا همین قگم. امروز هم همین سخن را ما به شما صوفی های غلات میکنیم. تقلید نکنید. اشعری، ماتریدی، صوفی، حزبی، همه اهل بدعت. تقلید نکنید به علمای گذشته تون، به آچه باباتون. تقلید نکنید. شما خود را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدید، لیکن علمای شما خطا کردند. دین محمد صلی الله علیه و سلم را تحریف کردند، تغییر دادند. شما گمراه شدید به سبب همین علمایتون. بیاید علمایتون را تقلید نکنید. انا این سخنی که ما به شما میگیم قرآن و سنت با فهم سلف این امت است، به این پیروی کنید. به انا این سخن حق پیروی کنید. عیناً سخن پیامبر، عیناً به مانند دعوت پیامبر. چه که پیامبر مشرکای دعوت کردند، گفتند که آچه بابای شما گمراه شد، ملت ابراهیم دیگر کرد. توبه کنید، تقلید به آچه بابا نکنید، توبه کنید، بیاید. انا قرآن، انا سنت، انا الله سبحانه و تعالی نازل کرده شما. گفتند که نه، ما هم به شما صوفا میگیم. علمای شما گمراه شدند. اشعری، ماتریدی، صوفی، تقلید نکنید. قبر پرستی به نروید. گمراه شدید.
تقلید حرام است بیادن قرآن سنت ان این علما. کسی که لبیک میگه الحمدلله، کسی که نمیگه یک غلط است و به اون گمراهی میره. بارک الله فیکم. انا کنون الله سبحانه و تعالی در سوره بقره 171 ببینید چی میگه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ما ایت 70 گفتیم، این 71 میشه سوره بقره. در زیرش علما و مفسرین میگویند خیلی که در کتاب تیسیر الکریم الرحمن صفحه 18 آمده است، سعدی میگه که لما بین تعالی عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد علم من ذلك انهم غیر قابلین للحق. وقتی که پیامبر قریش ها را دعوت کردند به متابعت پیروی کردن از قرآن و سنت، اما قریشی ها پیامبر را انکار کردند. قریشی ها پیامبر را به کدام دلیل انکار کردند؟ به دلیل تقلید. ردهم لذلك بالتقلید. با تقلید کردن پدر و مادرشون انکار کردند. از همینجا فهمیده شد که اینها قابل قبول کردن حق نیستند، اینها حق قبول ندارند، استجابت حق نمیکنند. و معلوم شد که بل کان معلوما لكل احد انهم لن يزولوا عن عنادهم. به همه معلوم شد که اینها دیده و دانسته دارند عناد میکنند. عناد چی است؟ عناد شما به حق میرسد، قرآن میرسد، سنت میرسد، لیکن قبول نمیکنید، سرکشی میکنید. خیلی که امروز به رافضه ها، به صوفی های قبوری، به این علماء سو شب و روز قرآن و سنت و فهم سلف میرسد، قبول نمیکنند. عناد نمین است، یعنی دیده و دانسته قبول نکردن. الله سبحانه و تعالی بعد از این خبر داد که اخبر تعالی ان مثلهم عند دعاء الداعي لهم الى الايمان. اینها مثل الذين كفروا، یعنی میگه الله اینها را مانند کرد، انا من مقلدین مانند کرد، مقلدین قریش و امروزه مقلدین هم مانند کرد که مانندی شما، مثلهم مثالی اینها یعنی مانندی شما، وقتی که یک دعوتگر شما را دعوت میکند به سوی ایمان، شما به کی مانند میشوید؟ كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها. بمانند حیوان‌های میشوید که چوپان یا نگهدارنده همین حیوان گردن حیوان بسته میماند. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، یعنی انسان‌هایی که کافر هستند وقتی که به سوی حق دعوت میشوند، انسان‌های مقلد گمراه وقتی که دعوت میکنی به سوی حق، به سوی توحید، به سوی ایمان، اینها تقلید میگویند و تو را قبول نمیکنند. در همین حالت انمینها به مانند حیوانهای چهارپاهای هستند که گویا صاحب این حیوانها گردن اینها به لخته زده یک جا بسته مانده است. وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها. و این همین یعنی حیوان‌هایی که بسته شده هست، در درون آغل است، در یک جا است بسته شدگی است، علم ندارد، فهم ندارد، نمیفهمد که همین صاحبش چی میگوید و چی مقصد دارد. معلوم است یک گاوی رو، یک چیزی رو برید گردنش بسته مانید، آیا همین سخن شما را گاو میفهمد یا مقصد شما را میفهمد؟ نمیفهمد. الله سبحانه و تعالی مقلدها را همچنین گفته است، میگه که مقلدهایی که به سبب تقلید کافر شدند، اینها به مانند حیوانهایی که گردنشون بسته شده است که این حیوانها نمیفهمد که چرا بسته شده است، صاحبش چی میگه نمیفهمد، هیچی نمیدونه. فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجه. اینها فقط یک آواز میشنوند، اینها فقط صدا میشنوند، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم. اینها وقتی که دعوت میکنید به سوی توحید، مقلدها را به سوی توحید وقتی که دعوت میکنید، فقط صدای شما را میشنوند، آواز میشنوند، اما معنای سخن شما را نمیفهمند، فایده از سخن شما نمیبرند. برای همین الله اینها را چی گفت؟ سمن،
لا يسمعون الحق سماع فهم و قبول. اینها کر هستند گفت الله، اینها سخن حق نمیفهمند، همچون حق و قبول کرده نمیتونند. برای همین اینها به مانند کرها هستند، مقلدها کر حساب میشن. عمیان، الله اینها را نابینا گفت. برای چی؟ برای اینکه اینها وقتی که نظر میکنن نظرشون نظری اعتبار نیست، برای اینکه عقل ندارند، نمیفهمند. بوکم، الله مقلدهای گون نامید. برای چی؟ برای اینکه اینها سخنهای خوب، سخنهایی که فایده و خیر برایشون است گفته نمیتونند. الله اکبر، این سخن الله است. ببینید سوره بقره آیه 172 دعوت کردند پیامبر مشرکای قریش را که تقلید بس کنید، پیروی از قرآن و سنت کنید. ملت ابراهیم حقیقی این است. قریشی ها پیامبر را قبول نکردند. قریشی ها به خود دلیل داشتند. دلیل قریشی ها تقلید بود. تقلید یعنی اوچه بابای ما 1000 سال همین بت پرستیده اومد، بین خود و بین الله واسطه گرفته که تو آمده ما را این کار میکنی، تو یک بچه یاش هستی، تو کی هستی؟ اوچه بابای ما مونده با تو پیروی نمیکنیم، بابای ما این بود، ملا بود، بزرگ بود. همین خیلی گفته قبول نکرد. الله گفت که اینها گفت انا همین مقلدین، مقلدین کفار بمانند چارپایه های هست که ینعقو، گردنهایشون بسته شده است که نمیشنود، نمیفهمد، عقل ندارد. انا کن فهمو شد برای شما چقدر مقلد بودن بد است، چقدر سخت الله مقلد بودن مذمت کرده است. در کجای قرآن تقلید واجب گفته شده است؟ الله مقلد برابر به چارپا بهائیم کرد. مقلد گفت که کار است و گنگ است و کور است، عقل ندارد گفت. لیکن شما می آیید ای صوفی های غلات میگید که تقلید واجب است. کنی قرآن، کنی سنت. قرطبی که نور دیده میگوید، قرطبی که تاج سر میگید، قرطبی که قبول میکنه میگه تفسیر معرمت امام القرطبی چی میگه؟ نظر بکنید در کتاب تفسیری که امام القرطبی نوشتند الجامع الاحکام القرآن، جامع لاحکام القرآن، مجله دوم صفحه 211 قرطبی میگن که قال علماؤنا، علماهای ما گفتند و قوة الفاظ هذه الآية تعطى او تعطي ابطال التقلید. علماهای ما گفتند که قوتی لفظهای این آیت به ما میدهد ابطال تقلید رو، یعنی تقلید رو ابطال میکند، باطل میکند. این آیت ها اینقدر لفظاش قوی است که آشکار و واضح تقلید رو باطل میکند، باطل میشمارد. علمای مفسرین گفته شدند که انمین آیت ها تقلید باطل میکند. لیکن شما اومده میگید که تقلید واجب است، نامعقول کردید، در دین الله به هوا و هوس خود صحبت کردید، دروغ گفتید. سوره مائده و 104 رو بعد از این امام القرطبی گفتند که و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. زمانی که برای آنها گفته شد که بیایید به سوی آن چیزی که الله نازل کرده است و به سوی رسول الله، آنها گفتند که به ما بس است، به ما کفایتی میکند، به ما انمین کافی است که پدر و آچه و باباهای گذشته را دریافت کردیم. سبحان الله. مگر امروز این گمراه های مقلدی اشعری ها، ماتوریدی ها، صوفی های غلات، طاغوت پرست ها یا رافضه ها یا دیگر از قبوری ها مگر عیناً هم خیل نمیگویند؟ وقتی که ما میگوییم که ای انسان ها شما خود را مسلمان میگویید، اگر شما خود را مسلمان بگویید بیایید تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، بیایید به سوی الله نازل کرده و به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت کنید. این کنتم تحبون الله فاتبعون یحببکم الله. پیامبر گفتند که اگر الله دوست دارید به من پیروی کنید. بیایید به قرآن و سنت،
به فهم سلف این امت پیروی کنید. اما این گمراه ها میگن که تقلید واجب است. من چه خیلی قرآن و سنت و پیروی صحابه میکنم، تقلید مذهب میپرتم؟ نه، میگن من تقلید میکنم. میگن که حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، با ما کافی است همون چیزی که ما باباهای خود یافتیم، پدر و باباهای خود یافتیم، انا همون به میستیم. ما در دین، در فهم، در عقیده، در عملی اوچه و باباهایمون هستیم. ترک کردن باباهایشون رو، ترک کردن عقیده باباهایشون رو، عملی باباهایشون رو گمراهی گفتند. قرآن و سنت انکار کردند، گفتند که تقلید واجب است. الله المستعان، الله المستعان. این آیت آشکار است برادر عزیزم، آشکار است. اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله در اینجا میگه که آخر باباهای شما، پدرهای شما نمیدانستند، لا یفهمون حقا، حق نمیفهمیدند، ولا یعرفونه، حق نمیشناختند، ولا یهتدون الیه، بسوی او هدایت نشده بودند. فکیف یتبعونهم والحالة هذه، چگونه شما پیروی باباهایتان میکنید، اوچه هایتان میکنید، گذشته هایتان میکنید، در حالتی که آنها حالتشون همین گونه بد بود، از حق دور بودند. لا يتبعهم الا من هو اجهل منهم و اضل سبیلا. به این باباهایتان، به این علمای گذشته گمراهتان پیروی نمی کند مگرم کسی که از اونها جاهل تر است و از اونها گمراه تر است و از اونها دیده از حق دورتر است. این سخن رو نظر بکنید در کتاب تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر ذکر میکند، مجله 3 صفحه 212. این آیت رو ببینید علما چگونه شرح دادن. ببینید این آیت ها رو چگونه واضح هست که تقلید حرام است. تقلید کردن در اصل دین، تقلید کردن در واجبات، تقلید کردن در همه مسئله، تعصب کردن و تقلید واجب گفتن، این دروغ گفتن است. در دین الله به علمانه سان کردن است. از الله بترسید. الله المستعان. در سوره یونس آیت 78 الله سبحانه و تعالی میگه، قال الله سبحانه و تعالی قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ببینید در اینجا ما تفسیری یکی از علما رو بیان میکنیم که میگن ای اجئتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. این سخن مقلدین، مشرکین، اینجا الله سبحانه و تعالی سخن مقلدین رو، مشرکین رو ذکر میکرد که مقلدها پیامبرها را انکار میکردند. به همین نمود سخن میگفتند که آیا تو به نزد ما آمدی، پیامبر بگفتند آیا تو به نزد ما آمدی تا که ما رو از انا همون عادت و تقالید و عقیده و فهم آچه باباهایی که ما پیروی میکنیم ما رو باز داری، تا که ما رو از تقلید کردن دور کنی؟ تو برای همین اومدی؟ از همین شرک، از عبادت غیر الله که ما تقلید به آچه بابا میکردیم میخواهی که ما را از همین راه گردانی و ما را امر کرده ایستاده ای که یگانه الله عبادت بکنیم، یکتا و به شریک بگوییم و سخن گذشته ها را، علمای گذشته همون را، پدر و باباهای همون را سخن های گمراهانه میگویی؟ ما تو را قبول نمیکنیم. کبر میکرد. و ما نحن لکم بمؤمنین، ما به شما ایمان نمیاریم. برای چی؟ برای که میگفتن که ما مقلد هستیم، مقلدی اوچه ها، باباها، پدرها، علماهای گذشته که
باطل بودن عقیده اونها. ما میگد اگر حالا تو را حق گویم، از این میبرد که بابای من گمراه بود، اوچه من گمراه بود، اونها کافر بودن نبودن، پدرم این بودن بود، حق قبول نکرد. چخیلی که امروز ما حق میگویم، مشرکین قبوری ها برآمده میگن که پدرت چی بود، بابایت چی بود، میخوان که به همین واسطه تو را حق گردون و خودش هم به واسطه همین بابا و پدرش تقلید کرده. سبحان الله، حق قبول نمیکرد. الله تقلید حرام کرد، الله تقلید من کرد و گفت که همین تقلید سبب گمراهی است. تقلید یعنی به دلیل و به حجت سخن یک کسی گرفته رفتن و تطبیق، یک تحقیق نکردن. در سوره انبیاء آیه 53 الله گفت قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم، همه پیامبران از نوح علیه السلام وقتی که قومشون دعوت میکردند، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگفتند که ای قوم من، این بت‌ها را عبادت نکنید، بت پرست نشوید. مشرکان لات، منات، عزا را، قوم نوح یعوث و یعوق و نصر را عبادت میکردند. نام الله عوض کرده لات، الله لات مانده بودند، اله لات، عزا عزیز. و انا همچنین الهات در اسماء الله کرده بت ساخته بودند، واسطه میگرفتند بین خود و بین الله. در سوره زمر 3 اومده است الذين اتخذوا من دونه آلهة ما الذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. میگفتند که ما این هیکل ها را عبادت نمیکنیم، اینها بین ما و بین الله واسطه هستند. ما آدم های گناهگار هستیم، اینها ما بین الله به شفاعت میکنند. چگونه که امروز صوفی های قبوری میگویند که قبرهای اولیاء ما را بین الله به شفاعت میکنند، به واسطه قبرها به نزد الله میروند. پیامبر به اینها گفتند که ترک کنید، این کارتون شرک است. ما هم امروز به صوفی غلات میگیم که ترک کنید، این کارتون شرک است. قریشی ها به پیامبر گفتند که ما انا همین عمل رو از اجداد گذشته دریافت کردیم که گذشته های ما همین عبادت میکردن، ما تو رو قبول نمیکنیم، ما تقلید از گذشته ها میکنیم. امروز هم صوفی های گمراه ما وقتی که دعوت به توحید میکنیم میگن که وجدنا آباءنا لها عابدین، ما پدرهای خود دریافت کردیم که همینچنین عبادت میکردن. تو کی هستی؟ میگه تو یک بچه نو، تو یک بچه جوان، تو یک بچه یاش. ای بچه یاش همش خوارج است میگن. تمام خوارجی رو بهت کشید میگن. سبحان الله، سبحان الله. شیطان ببینید که چگونه مدتی هزار ساله ها به یک نمود گمراهی امر گمراه کرده است. حضرت نوح علیه السلام و قومشون، حضرت ابراهیم علیه السلام و قومشون، حضرت ابراهیم وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به قریش اومدن، قریش ها را همچنین شیطان فریب داد. امروز کسایی که خود را به محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدن، امت محمد صلی الله علیه و سلم را باز شیطان یک مرتبه دیگر به همچنین فتنه گمراه کرد، به فتنه تقلید. در سوره شعراء آیه 74 الله مشرکین ذکر میکند که باز به سبب تقلید حق قبول نکردند. گفتند این مشرکین قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، گفتند بلکه ما دریافتیم اجدادهای خود را، پدرها و باباهای خود را که انا همچنین میکردند. چگونه که امروز ما به این گمراه ها میگیم که الله در بالای عرش است، الله در قرآن گفت، پیامبر ده ها حدیث گفتند، صحابه اجماع کردند، 4 مذهب میگه، اینها میگن که آخر بابای من فلان مولوی نمیگفت، تقلید از مولوی کرد، تقلید متابعت از قرآن و سنت نکرد، تقلید کرد. ببینید الله المستعان. یا امروزه انسان های عامه که وقتی که دلیل برایشون میگیم میگن که بابای ملا به من دیگر گفت، حاجی یا مولوی و غیره. ابن کثیر رحمه الله چهلی که در کتاب تفسیر قرآن عظیمش که ابن کثیر است، در مجله 5 صفحه 348 در زیر این آیه میگه که لم یکن لهم حجة سوى صنیع آبائهم الضلال. این مشرکین که حق قبول نکردند، توحید انکار کردند، برای این عمل زشتشان هیچ حجت، برهان، دلیل نداشتند بجز اینکه انمون کاری کرده پدر و آبا یعنی اجدادشان. یگانه دلیلی که مشرکین داشتند، مقلدین چی بود؟
دلیلشون همین بود که باباهای ما این کارو میکرد. تمام بابای ما کرد ما میکنیم. تقلید یعنی یگانه دلیلشون در رو بروی قرآن و سنت تقلید بود. چه که امروز ما قرآن رو میرسونیم، سنت میرسونیم، خود در مسئله اصول دین توحید باشد، در کفر بالطاغوت یا که در ترک شرک و کفر، خود در مسائل مستحبات سنت ها باشد، مستحبات بمانند رفع الیدین و آمین بلند گفتن، امروزه به نام مسلمان ها هم انا همچنین جواب مشرکین قریش میتن، میگن که ما میگن رفع الیدین چیکار میکنیم، مولوی نمیکند، بابا چه من نکرد نمیکنم، میگه کور به تو این گپ تو پیدا کردی. میگه ببینید چگونه امروزه مشرکین و مشرکین گذشته، امروزه مقلدین به مقلدین گذشته برابر است، مانند است. سبحان الله. در قرآن، در تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر مجله 6 صفحه 146 میگن که اعترفوا بان اصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك. مشرکین قریش، مشرکین اعتراف نمودند که این صنمهایشان، بت‌های و هیکل‌هایشان که بجز الله میپرستند، از دستشان هیچ چیز نمیاد. این هیکل‌ها هیچ کار کرده نمیتواند. و انما رأوا آباءهم كذلك يفعلون. اما با وجود همین هیکل پرستی، صنم پرستی رو ترک نکردند، برای آن که گفتند پدرهایمان، باباهایمان این کار میکرد، ما هم میکنیم. اگر که این هیکل هیچ ضرر یا فایده ندارد، پدرم کرد منم میکنم. فهم على آثارهم یهرعون. اینها به اثرهای پدر و باباهایشان چنگ زدند. یعنی ربشان کی شد؟ الهشان کی شد؟ پدر و مادر. شیطان به واسطه پدر و مادر پدر و باباها گمراه کرد. سبحان الله. امروز ما چقدر انسان ها رو میبینیم که پدرش اینقدر بزرگوار میشمارد، پدرم شیشتن، پدرم بالاخره سخن حق گویی میگه که پدرم قبول ندارد، منم قبول ندارم. پدر است، پدر بزرگ است، پدر باید احترام کرده شود، پدر قدر و قیمتش الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرد، لیکن دایره معین دارد. پدر هرگز معیار قبول حق باطل نمیشود. پدر قبول کنگد قبول، نکنگد نکن نمیگوی. اگر این کار کردی به مانند مقلدین مشرکین شدی. یا مولوی، یا که اولیا، یا که پیشوا، یا که پیر طریقتت هرگز معیار قبول حق باطل نمیشود. وقتی که سخنش موافق قرآن و سنت است قبول است، مخالف است قبول نیست. تو نباید تقلید بکنی. تقلید کردی گمراه هستی. تو روز قیامت نگو که من دامن ایشان گرفتم، اکنون این ایشان روز قیامت الله که روبروشان من میگم که این ایشان گرفته اومدیم که تمام ما نفهمیدیم. نه این یک وسوسه شیطانی، یک فریب شیطانی است. دامن ایشانت گرفتی، ایشانت روز قیامت برات توف میکند، تو دیگر علاج نه. به الله میگه که خیر کنه خیل کردم. الله به تو میگه که چرا حق رسید و قبول نکردی؟ چرا به تو حق رسید و قبول نکردی؟ انا همونجا ایشانت به تو توف میکند، الله از تو براءت میکند، جهنم بمیری. مرامت دلیل میخوای؟ سوره بقره آیه 166 167 مطالعه کن. الله سبحانه و تعالی میگه إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. این آیه بقره، سوره بقره 166. معنی چیست؟ زمانی که براءت میکنند اونهایی که شما به اونها پیروی کردید، اتبعوا، پیروی شدند، یعنی همون امام ها، همون اولیاء ها به نام که شما گفتید، همون ایشان ها، همون مولوی هایی که شما در گمراهی خودتون به همونها نسبت دادید، همونها پیروی کردید، همونها سخنی خطاش گرون تقلیدی همونها که رفتن گرفته، روز قیامت شخل میشد. روز قیامت روبرو میشد. بابای ملا تو الله در بالای آسمان نگفتی منم همین شاگردی تو هم هی است من پهلی تو میرم گفت این بابای ایشونت هم خیلی مینگرد تو میگوید که براءت از تو کردم، نه شب میگوید از پهلی من توف بر تو گفته از نزد تو گریخته میبرم.
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، زمانی که پیرو شده ها از پیرو شونده ها براءت میکنند، زمانی که امام ها از مقلدین براءت میکنند. انا این خیلی با عادی تر، مقلدی کورکورها زمانی که امام ها از شما براءت میکنند، و رأوا العذاب، و عذاب الله بدو چشمت میبینی، همونجا جهنم میبینی، قدرت الله میبینی. و تقطعت بهم الاسباب، بعد از این دیگر ادا، دیگر یگان سبب نجات نیست، یگان راهی نجات هم نیست، دیگر بازگشت نیست. بعد از این چیکار میکنی؟ و قال الذين اتبعوا، همین انسان هایی که پیروی کردند، مقلدی کردند، مقلدها، تقلید کرده ها، کسایی که کورکورانه دلیل به دلیل به هیچی فقط گپ پیروی کردند، بعد از عذاب الله دیدن، بعد از همین امام هایشون بروشون توف کرده براءت کردن، این مقلدها روز قیامت ندا کرده میگفتند که لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، اگر یک مراتبه دیگر ما به دنیا اگر رویم، اگر هم خیل شود که یک مراتبه دیگر ما به دنیا رویم، ما از این امام هایمان که ما به اینها تقلید کرده بودیم براءت میکنیم، چگونه که امروز اینها از ما براءت کردند. گریه کنان روز قیامت مقلدها میگد که ای ملاها، میگد ای ایشان ها، ای کسایی که ما به شما پیروی کرده، شما به باوری کرده، شما به تقلید کردیم، شما تقلید واجب گفتید، شما تقلید فرض گفتید، شما تقلید کنونیدید، ما شما به باور کردیم، کفتکوف نکرده شما به پیروی کردیم، امروز از ما براءت کردید. اگر روز دنیا به یک بار دیگر اگر میرفتیم، ما از شما براءت میکردیم، ما به شما توف میکردیم به این دروغ های شما، چه شما امروز از ما براءت کردید. اما افسوس است، اما افسوس ای مقلد، افسوس که دیگر این دنیا به نمیبینی. یک بار است این دنیا برای سنجش است. یک بار اومده مقلدی کورکورانه به مانند چهارپاها گنگ و کر و کور نرفت. این انسان هایی که تقلید واجب است میگوید روز قیامت رو به توف میکند، برای که گناهش به خودش بس است، تو برای او زیادتی او تو را بیند گریخته میبرم. انا کنون دوامش خونید كذلك يريهم الله اعلمون حسرات علیهم. انا کن دوامش سوره بارك الله فيكم باز انبیا آیت 52-53 مطالعه کنید. اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. گفته شد، پیامبر گفتن که به قومشون، یکی از پیامبران گفتن به قومشون که به پدرشون و به قومشون، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم به پدرشون گفتن و به قومشون گفتن که این چی است؟ این تمثال ها، تماثیل یعنی انا همین هیکل ها، همین تراشیده ها، این رسم هایی که شما عبادت میکنید چی است که در گردش آمدید اعتکاف کردید؟ اعتکاف همین است که در گرد این نشسته، ذبح کرده، دعا کرده، گریه کرده، در همینجا باقی ایستادن، عبادت کرده می نشینید. چیکار کرده ایستادید؟ اینا کی است این رسم و هیکل ها؟ اینها گفتن که وجدنا آباءنا لها عابدین. جواب داده نتوانستن این کی بودن، این گفتن، فقط گفتن که ما پدرهای خود همین خیلی یافتیم که گردی همین هیکل ها با اومده صنم پرستی کرده میشتن، همین عبادت میکردن، ما هم عبادت کردیم. یگون دلیل کتی نه، به دلیل فقط دیدیم که کردیم. تمام. این تقلید است. الله سبحانه و تعالی حرام کرد این تقلید. در سوره احزاب آیه 67 الله سبحانه و تعالی میفرماید إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. روز قیامت شود بسیاری مردمی که ضرر میبینند، تمام کارشون رسوا است، روح سیاه است، چهره ها سیاه، کارو خراب، دفتر اعمال از طرف دست چپ داده شد، میگفتند که عذر می آوردند به نزد الله. چی میگفتند؟ همانا که ما اطاعت کردیم سادتنا، پیشواهایمان را، و کبراءنا، و بزرگهایمان را،
و انمین امام و پیشوای و بزرگوارها فاضلون السبیل، ما را گمراه کردند، از راه حق بیراه کردند. سوره احزاب آیه 67. اما این قبول نمیشد. روز قیامت آمده من دامن بابای ایشون گرفتم، نه، بابای ایشون من گمراه کرد، الله در بالا بودنش انکار کرد، دست الله، چشم الله، پای الله انکار کرد، قبر پرستی جایز گفت، حکم کردن به حکم غیر الله جایز گفت، مراجعت به محکمه طاغوتی جایز گفت، قرآن و سنت انکار کرد، تقلید واجب و فرض گفت، من مقلد شدم، کرونا اومدم، ای الله من بخش. نه، تو بخشیده نمیشوی. برای اون که تو باید میفهمیدی، میکفتی، میآموختی قرآن و سنت برای چی نازل شد. انا این تقلید ببینید حتی عذر ندارد. مقلدی که در باب شرک کفر اکبر گمراه شد، مقلدی کرد در شرک اکبر کفر اکبر، این گمراه است، این عذر داده نمیشد، این مشرک است. هر کسی که تقلید عذر میگوید، مقلدی که به کفر شرک اکبر رفته است، این میگه این مقلد بیچاره، این علما گمراه کرده، میگه این یک عذر المشرک گمراه است. سبحان الله. در کتاب جامع بیان العلم و فضله که نویسندش محمد ابن عبد البر الاندلوسی هستند رحمه الله، در مجله دوم صفحه 977 میگن که وقد احتج العلماء بهذه الآيات في ابطال التقلید. بتحقیق علماهای اهل سنت والجماعه انمین آیات ها را حجت گرفتند بر باطل بودن تقلید و بر باطل و فساد کردن تقلید. همین آیاتی که ما از اول حلقه حالا به شما داریم تلاوت میکنیم، شرح میدیم و سخنهای علما را میگیم، انا همین آیات ها را علماهای سلف صالح حجت گرفتند، از همین آیات ها استنباط گرفتند و گفتند که تقلید باطل است و ابطال التقلید تقلید باطل نامید. ولم يمنعهم كفر اولئك من جهة الاحتجاج بها. و علما را از این آیات حجت گیریشان پیششان نگرفت، من نکرد که این آیات ها در حق مشرکین نازل شده نیشه. علما نگفتند که این آیات ها در حق مشرکین نازل شد، ما اینا برای تقلید باطل بودنش در بین امت محمد صلی الله علیه و سلم استفاده میبریم نمیبریم، نگفتند. چلت عذری ها، صوفی ها اینا میگن که این آیات در حق مشرکین است. مسلمان نه، سلف صالح این چیز منع نکرد، زیرا که قاعده در بین سلف صالح بود که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت به عموم لفظ قرآن است، نه به سبب نازل شوی خصوصیت نازل شویش است. این یک گمراهی است که هر یک آیت این به فلان کس نازل شد بگوی به من دخل ندارد بگوی. قرآن به ریشش این کار میکنه. خیلی که علمای نجد ذکر کردن و این کفر بودنش بیان کردن. لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد. برای چی سلفی صالح این آیات ها را حجت گرفتند اگرچه این آیات ها به مشرکین نازل شده باشد؟ زیرا که تشبیه و مانندیه که امروز مقلدین دارند و مانندیه که مقلدینه که در زمان پیامبر مشرکین دارند، علما مانند نکردند در شرک کفر وقتی که تقلید به این آیات ها حرام گفتند، مانندی را در تقلید کردند. مشرکین به سبب تقلید گمراه شدند، امروز هم به سبب تقلید مردم گمراه شدند، برای همین حرام است. اگرچه بعضی از امروز مقلدین شاید مشرک نیستند، بعضی امروز مقلدین های اصلی مشرک نیست، شاید شرک کفر مقلد نیست، لیکن دیگه مثلا مسائل سنت به تقلید که تو گمراه شده است، سنت این کار میکرد، اما شاید موحد باشد. اما این دلالت نمیکند که ما این آیات ها را برای تقلید باطل بودنش نواریم، نه، این اثبات میکند تقلید مذمت کردگی است، این عموم است. كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فأذنب وقلد آخر في مسألة دنیا فأخطأ وجهاه. ببینید یعنی تقلید هم گوناگون است. بعض انسان ها تقلید میکنند، تقلید کرده میشود و کافر میشود، و بعض انسان ها تقلید کرده میشود و گناهگار میشود، و بعض انسان ها تقلید میکنند و
در یک مسئله دنیا خطا میکنه. یعنی معنای سخن همین که اگر تو در کفر و شرک اکبر به یک کسی مقلد شدی، سخنش گرفتی، پیروی کردی، گپش رو باور کردی، به دلیلش گوش کردن، به اون دلیل کفر و کفر نکرده رفتی، در تقلید شرک اکبر کفر اکبر کردی، کفر میشی. اگر در گناه تقلید کردی گناهگار میشی. در کبیره تقلید کردی کبیره میکنی. در بدعت مقلد تقلید کردی مبتدی میشی. ای فلان آدم دیدم رفع الیدین نکرد، منم نمیکنم. ایشانی من رفع الیدین نکرد، منم نمیکنم. تو مبتدی هستی. ایشانی من رافضه رو برادر گفت، منم رافضه رو برادر میگم. تو گمراه هستی. حاضر مشرک شدی. اعوذ بالله. ببینید ایشانی من جناب دعا کرد، منم دعا میکنم. مشرک شدی. ایشانی من قبر پرستی رو بوکی ندارد، منم بوکی ندارد میگم. من کی هستم و علم دارم. گمراه شدی، مشرک شدی. یعنی در شرک مقلد شدی مشرک میشوی، در بدعت مقلد شدی مبتدی میشوی، در گناه مقلد شدی یعنی کفت کفر نکرده قبول کردی گمراه شدن میگیری. حتی در یک مسئله دنیوی هم شاید به کسی پیروی کردی خطا کردی، وای خطاگی کرد تو هم پیروی کردی خطا کردی. سبحان الله. كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجه. مقصد اساسی به انکنون روید که محمد بن عبدالبر چی میگن؟ هر یک مقلد در همه حالت ملامت شده است، مذمت شده است به سبب تقلیدی که بدون فهمیدن حجت انجام داد. در کفر تقلید کردی، در بدعت تقلید کردی، در گناه کردی، در کدام حالت تقلید نکرده باشی این کار تو بد است، تو نباید تقلید میکردی. لأن كل ذلك تقلید یشبه بعضه بعضا. زیرا که همه این تقلید است، بعضش به مانندی دارد. و این اختلافات الاثام فيه، اگرچه گناه ها فرق دارد. معنای سخن این است که مشرکین قریش در شرک تقلید کردن، مشرک شدن. الله اینها را انکار کرد. اگر تو بیای امروز تقلید کنی در شرک نه در بدعت، همین آیات هایی که مشرکین انکار کرده بود تو را هم انکار میکند. انا این آیات ها هست برادرای عزیزم که تقلید رو مذمت میکند و تقلید رو بارک الله فیکم حرام میشمارد. تقسیمات تقلید رو که ما به کی جایز است، به کی جایز نیست، به کدام شرط جایز است در حلقه گذشته گفتیم. حالا می شود که دلیل رو هم از سنت بگویم، لیکن صحبت خیلی طولانی می شود والله اعلم. برای همین دلیل ها رو از سنت شاید در حلقه نمیدونم یک مجلس دیگر بگذاریم، یا که مختصر از دلیل ها رو بیاید دلیل ها رو از سنت هم بگیم. قرآن و سنت رو در یک مجلس ادا بگیم، تمام بگیم. در حدیث صحیح آمده است از حدیث عدی بن حاتم الطائی که میگوید، البته حدیث صحیح است، روایت امام ترمذی است با رقم 3095، طبرانی در کبیر، بیهقی روایت میکند. حدیث یعنی صحیح است. میگوید که اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب فقال لي يا عدي ابن حاتم ألق هذا الوصن من عنقك. فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بنزد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمدم که در گردن من یک صلیب وجود داشت. در روایت از طلا صلیب، یعنی عدی ابن حاتم الطائی در نجد بود. وقتی که نجد رو گرفتند و بالاخره برای مسلمان شدنی به نزد پیامبر عدی ابن حاتم الطائی آمد، در گردنش زنجیر داشت و در همین زنجیرش صلیب وجود داشت. صلیب به زبان روسی همین کریست رو میگه که خریستیان ها نصرانی ها دارند. پیامبر وقتی که این چیز رو دیدند، صلیب رو در گردن عدی دیدند، گفتند که ای عدی ابن حاتم الطائی، الق، بگیر از گردنت این صلیب رو به یک طرف پرتو. القی یعنی گیرو پرتو. انا همین وثن رو، صلیب رو وثن گفتن. وثن همین است که هر چیزی که بغیر الله عبادت می شود. صلیب هم این یک چیزی ساخته که عبادت کرده می شود. احترام صلیب رو حتی یک علامت اله و غیره میگن. این وثن است. هر چیزی که عبادت بغیر الله می شود، هیکل نیست، این رو وثن میگن. اگر هیکل و صنم، هیکل باشد این رو صنم میگن.
پیامبر گفتند که گیر این وسن رو از گردنت به یک طرف پرتو، زیرا که این شرک است، این کفر است و ویزون کردن صلیب. عدی میگه که من از این سخن پیامبر رو اطاعت کردم، گرفتم و از نزد پیامبر کمی حرکت کردم که شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرائت کردن آیت رو، سوره توبه آیت 31 رو: اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا اله واحده. یعنی پیامبر گفتند که انا من نصرانی ها اتخذوا، گرفتند علماهای خود و پیشوای خود را به خود ارباب، رابها، من دون الله، الههای بجز الله. پیامبر گفتند که همین نصرانی ها به خودشون پیشواهای خود، علماهای خود را رب، اله قرار دادند. اینها یعنی مشرک شدند. برای چی؟ برای که تقلید کورکورانه از همین علماهایشان، پیشواهایشان کردند. چگونه؟ عدی بن حاتم طایی آمد و به پیامبر گفت که قلت یا رسول الله انا لم نتخذهم اربابا. ای رسول الله، ما علماهای خود، پیشواهای خود را رب نگرفتیم، ما اونها را اله نمی گفتیم، اونها را رب نمی گفتیم. با گفتیم امروزه بعضی از این جهلا خدا نمی گفتیم، میگه ما اونها را الله نمی گفتیم یا که رب نمی گفتیم، اله نمی گفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بله الیس یحلون لكم ما حرم علیکم فتحلونه. آیا همین علماها و پیشواهای شما حرام کرده های الله را حلال گوید اطاعت نمی کردید؟ الله حرام کرده بود، این علما و پیشواتان آمده گفت که حلال است، شما اطاعت میکردید یا نمیکردید؟ اطاعت میکردید. بر ضد الله سخن کند اطاعت میکردید. و یحرموه علیکم ما احل الله لكم فتحرمونه. همین علما حرام میکردند چیزهایی را که الله به شما حلال کرده بود، شما هم اطاعت کرده حرام میگفتید حلال الله را. آیا اطاعت میکردید یا نمیکردید؟ عدی گفت که بله ما اطاعت میکردیم. یعنی وقتی که پیشوایشون حرام الله حلال میگفت، حلال الله حرام میگفت، این مردم هم بیچون و بیچرا، به دلیل بیار گفتن، برای چی گفتن پیروی میکردن. ایشا گفت رفتیم میگفت. پیامبر گفتن که قال تلک عبادتهم، انا من عبادت کردن است. وقتی که شما کورکورانه اطاعت از علما، از پیشواها کردید، بدون دلیل، بدون فهمیدن و نظر کردن به دلیل، بدون کفتوکاف، بدون یک نظرسنجی، حرام الله بیها حلال گوید حلال گفتید، حلال حرام گوید حرام گفتید، اطاعت بیچون چرا کردید؟ تقلید، یعنی تقلید کردید، انمین عبادت کردید، به همین واسطه کفر شد. یعنی اعوذ بالله، به واسطه تقلید هم کفر میشد. وقتی که در شرک است، وقتی که در کفر تقلید کردید، وقتی که در شرک کردید کفر میشوید. برای همین ما گفتیم که در اصول دین تقلید کردن حرام است، در اصول ایمان تقلید کردن حرام است. زیرا که اینجا باید فهمید توحید، ترک شرک، براءت از کفار و مشرکین، مبالات بر موحدین، کفر بالطاغوت، اینها رو باید دونی. چگونه مسلمان شد اگر ندونی؟ انا این بود دلیل قرآن، دلیل ها از قرآن، دلیل ها از سنت برای مذمت و منع و حرام بودن تقلید. و ان شاء الله سبحانه و تعالی در مجلس آینده که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بدهد، به شما سخنهای سلف صالح و علمای اهل سنت و الجماعت را در بالای تقلید ان شاء الله بیان میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.